بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود ختم فرمایید. عزیزان، یک دوری بود قبل از اسلام، دین اسلام بیاید و این نور الله تعالی متوجه جهانیان بشود و روشنایی بیاید. دنیا تاریک بود و در این تاریکی نه برای الله کسانی بودند که حق را تعریف کنند و نه از حقوق خدا صحبتی بود و دفاعی بود و نه کسانی بودند که از حق بنده دفاع کنند و حقوق بنده ها را حق انسان تعریف کنند، از حقوق موجودات صحبت بشود. تمام حقوق ضایع بود، هم حق خدا ضایع و بالاترین حق خدا توحید و خدا پرستی، یکتا پرستی، تنها پرستش الله است که دنیا غرق در شرک و بت پرستی و جهالت و تاریکی است و بخش بزرگ در جهان او روز در ملت‌های او روز اصلا خدا را باور هم نداشتند و اعتقاد به وجود خدا نداشتند و اگر کسانی به وجود خدا اعتراف می‌کردند با الله شریک می‌گرفتند و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. و همچنان از حق انسان ها هیچ خبری نبود. مردم را به زور اسیر می کردن کسانی که قدرت داشتند و انسان های آزاده را به عنوان برده می فروختند و معامله می کردند. اسیر می کردند که یکی از این اسیرانی که برای تلاش دین رفته بود و دنبال هدایت از اصفهان خارج شده بود و اطراف اصفهان او را اسیر کردند کاروانهای و به عنوان برده فروختند و نه حق و حقوق مردم برای قائل بودند. برای مردم نه صله رحمی بود، نه قرابت بود و بسیاری در اون جامعه برای احترام به مال مردم هم نمی گذاشتن. یعنی مال مردم اگر به دستشون می افتاد حیف و میل می کردن. حرمت و بسیاری بودن که حرمت برای ناموس مردم هم قائل نبودن. جاهلیت به تمام معنا بود، رهزنی و سرقت و برای نام مردم می کشتن. قتل و غارت و جنگ و درگیری و بیرحمی بود. دور وحشیت بود
و دور هولناک و خطرناکی بود. زنان برای زنان که کشر ضعیفتر بودند، هیچ حقوق قائل نبودند، هیچ آزادی زنان نداشتند و زنان مال تلقی می کردند و بر زن تصرف مالکانه می کردند. و لہذا اللہ تعالی در این شرایط دین اسلام را آورد و دین اسلام نوری بود و رحمتی بود که الله تعالی متوجه جهانیان کردند. دین اسلام آمد و تعریف از حق خدا کرد و حقوق خدا را معرفی کرد و بالاترین حق خدا توحید پروردگار و وحدانیت خدا، یگانگی خدا بود. و لہذا به همه جامعه اعلام کرد که بالاترین حق الله اینه که با الله کسر شریک نگیرید، الله را تنها پرستش کنید. یگانه خدای عز و جل خالق همه جهانان، خالق همه موجوداتان و رازق همان، مالک الملکان و تمام جهان در ملکیت پروردگار است. خالقان، مالکان، رب همه جهانیانان. تنها را پرستش کنید، هیچ موجود لایق پرستش نیست و شایسته عبادت و بندگی نیست. همه بنده الله، همه در هر مقامی که هستند برده خدا، مال خدا، ملک خدا، از آن الله. و دین اسلام آمد حقوق را مطرح کرد، چارچوبها را مشخص کرد، حدودها را تعیین کرد و حق الناس را بعد از حق الله قرار داد. و در حقوق الناس بالاترین حق والدین، مادر و پدر قرار داد. حق مادر و پدر بر فرزندان بسیار سنگینی. بعد از حقوق خدا، توحید خدا، حق والدین قرار دارد. بعد از حق والدین صله رحمی و حقوق خویشاوندانی که از طریق مادر و پدر با انسان ما با اونها خویشاوندی داریم و خویشاوندی هایی که از طریق وصلت و نکاح و اینها حاصل می شود، این هم خویشاوندی است. و یک سری حرمت هایی که از طریق رضا و شیرخواری تعلق میگیره، این هم حق حقوقی دارن. حق همسایه است، حق فقرا را مهم مطرح کرد، حق تنگ دستانا، حق یتیما، حق ضعیفا، حق زنان را تعریف کرد و برای زنان حرمت قائل شد، برای زنان مالکیت که اونها بر مال خودشان مالکند و اختیارات مالشون دارن. نه شوهر حق داره که اختیارات زنان سلب کنه، نه پدر و مادر حق دارن، نه برادران حق دارن که حق زنان، نه عمو و خال و کس دیگر از خویشاوندان حق ندارن حق مالکیت زن سلب بکنن. حق اختیاراتی که الله به زن داده که در رابطه با خودش چه تصمیمی میگیره، در رابطه با مالش چه تصمیمی میگیره، زن اختیارات داره. البته در امر نکاح ولی جلو بیاید و عقد منعقد بکنه و شرایط تعیین بکنه، ولی زن باید اجازه بده، زن راضی باشه، مشورت زن باشه، مشورت دختران باشه. پدر وصلت انجام میدهد و عقد میخوانه
برادر بزرگتر و مردان سرپرستی را به عهده بگیرند در وسط. این کرامت زنه، حرمت زن در این بیشتر حفظ می شود. ولذا زنان حرمت داد دین اسلام، الله تعالی حرمت داد و حق خویشاوندان، شهروندان و صله رحمی و همه این حقوق وسیع دین اسلام آمد. حقوق همه، کرامت همه انسان ها، حرمت گذاری به همه انسان ها. همه انسان حرمت دارن، خونشون حرامه، مالشون حرامه، آبرویشون حرامه. هیچ که نمیتونه به آبروی کسی تعرض بکنه، به مالش تعرض بکنه، به خونش تعرض بکنه. هیچ کسی نمیتونه آسایش کسی را سلب بکنه، هیچ کسی نمیتونه به کسی به احترامی بکنه. تهمت حرام کرد، غیبت حرام کرد و تمام این گناه را حرام کرد دین اسلام. اینا را ناجایز قرار داد. هیچ کسی حق نداره به کسی بی حرمتی بکنه. آبروش، مالش و جانش را برابر قرار داد. دین اسلام آمد و تمام این حقوق انسان ها را بیان کرد، عدالت بیان کرد، انصاف بیان کرد که در قضاوت عادلانه باشند. همه فرد به عدالت دعوت داد، به انصاف دعوت داد. در شهادت باید عادلانه و درست باشد، گواهی صادقانه باشد و من کرد از این که کسی در گواهی دروغ بگه. حمایت کنه از پدر، از مادر به ناحق. نه، فرمود حرف درست بزنید، حرف صحیح بزنید، حرف حق بزنید. حامی حق و طرفدار عدل و طرفدار انصاف و عدالت خواه بشوید. مسیر اعتدالانه متعریف کر صراط مستقیم را که راه به خدا تنها و تنها یک راه است و او راه راسته که به خدا میرسد، به سعادت میرسد. و لحاظ از همه انحرافات از این را من کردین اسلام. عزیزان من، بهترین راه او راه که دین اسلام آورد. دیگه جاهلیت رفت و جاهلیت شست و شو شد و در آخری حجی که حضرت صلی الله علیه وسلم حج کردن، خوب توجه بکنید که در ظرفیت 23 سال دوران نبوت مبارزه کردن حضرت صلی الله علیه وسلم با تمام این فدیده های جاهلی، گناه های جاهلی، با همه خرافات، با همه رسومات، با همه شرک و بدعات و خرافات، با همه جهالت و گناه مبارزه کرد. و آخری حج که آمدند و در صحرای عرفات فرمودند که تمام این رسومات جاهلی را حضرت زیر قدمش فرمودند که دفنند، زیر قدم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. و یعنی معنی کنار نباید این جاهلیت کسی بلند بکنه و اینها را حضرت زیر قدم مبارکش دفن کرد. دیگر روشنایی آمد، دیگر نور آمد و از اون تاریکی ها خبری نبود و این سب مردم در روشنایی الله را بندگی می کردن، در امنیت بندگی می کردن. او جزیره العرب که در ناامنی و کامل و در غارتگری و جنگ و خونریزی به سر می برد، در فقر و گرسنگی به سر می برد. او جزیره العرب رفت به سوی سیری، رفت به سوی رحمت الله تعالی و روشنایی و دیگه مردم بر نور قرار داشتن. چنان امن بود که از یک گوشه جزیره العرب به گوشه دیگری جزیره العرب اگر کسی سفر می کرد هیچ خطر دزدی نبود.
جز خطر گرگ که برای گوسفند باشه. دیگه انسان متعرض نبود، انسان رهزن، انسان قاتل وجود نداشت، امنیت کامل دنیا را گرفت. امروز متاسفانه امروزا مجدد جاهلیت داره برمیگرده به مردم. وقتی از خدا غفلته، وقتی فاصله از قرآن هست، وقتی فاصله از زندگی محمد رسول الله است، وقتی ما از سنت فاصله گرفتیم، از سیره مبارکه و طیبه یا حضرت فاصله میگیریم. ولهذا سروران گرامی جاهلیت داره به سرعت برمیگرده و بدون درنگ داره برمیگرده. جاهلیت فقر و گرسنگی هم فراگیر شده و ملت ایران با سرعت تمام و شدت تمام هم در ایران میره زیر خط فقر زندگی و فقیر و زیر فقر میره و زندگیشون درآمد دارند یا ندارند. اگر ندارند که خیلی خطرناکه و بخش بزرگی اونان که هیچ درآمدی ندارند، نه زمینه، نه دامه، نه توانایی کاره و نه کار پیدا میشه. و عده دیگری که کار دارن، درآمد دارن، درآمدشون کافی نیست، درآمد بس نمیکنه. و اونهایی که درآمدشون هزینه های اونا را جواب میدهد خیلی کمان، خیلی کمان. در جامعه منطقه سیستان و بلوچستان بسیار محدودن و افراده که درآمد اونها جوابگوی هزینه ها باشه، مخارج زن و بچه باشد و لباس و نیازهای ضروری اونها تهیه بشه. ولهذا او افرادی که هزینه هایشون جوابگو است بسیار اندکن، بسیار کمان. ولهذا از طرف این گرسنگی که مال همون دوران جاهلیت بوده مجدد این گرسنگی هم داره برمیگرده. فقر و بیکاری و کساد بازار، کساد تجارت و کساد پول که پول داره از بین رفته است و نابود شده. پول ایرانی سوخته و نابود شده است، به اعتبار شده. نقدیات ما و تومان ما. ولهذا این سبب شده که فقر شدت بیشتری بگیره و به سراغ خانواده ها و مردم برود. لہذا باید که فقر از یک طرف سریعه، فساد از طرف دیگه در سرعت میگیره و این گناه های جدید آمدن توی عرصه ها و به همین حالت شکایت میرسه که مشروب خواری زیاد شده توی شهر، توی منطقه، در کل کشور. مشروب بات الکلی که یکی از گناه های سنگینه و قرآن عظیم الشان می فرماید که هم قمارا و خمر مشروبات الکلی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل. اینا را الله رزیب ذکر کرده با بت پرستی در یک ردیف قرار داده است، هم قمارا و هم مشروبات الکلی را، و اینها را پلید دانسته و از عمل شیطان قرار داده است. مشروبات از عمل شیطان و مشروبات الکلی پلیده، این تعبیر قرآنه. و در ردیف بت پرستی الله تعالی اینها را حرام، یعنی اینها حرام شدیدن، حرام حرمتشون سخته. اینها ضرر دارن برای انسانها، برای صحت انسانها، برای فطرت سالم انسانها. اینا فطرت سالم ضربه میزنن، سلامتی روح و جسم ضربه میزنن. اون چه که الله تعالی اینها را حرام قرار داده است، حرام خدا. ولهذا الله فرموده فاجتنبوا، آیا مردم از مشروبات الکلی پرهیز کنید.
دوری کنید از مشروبات الکلی. مخدرات که امروز هم سرعت میگیره جامعه به سوی مخدرات، با همین فقر و بدبختی بسیاری هستن که مواد مخدرات توزیع میکنن به در شهر و روستاها و خودشون هم میل میکنن، میخورن، مصرف میکنن و به مصرف دیگران میرسانن و اون توزیع کنندگان خودشون مصرف میکنن و لحاظا به سرعت داره جامعه میره باید به سمت مخدرات. پریشان هم هستن، ناراحت هم مردم، میخوام خود را تسکین بدهم با مشروبات الکلی، تسکین بدهم خود را با مخدرات که اینها نشه آور هستن و میخوان در نشه باشن تا غمهای خود را و پریشانی را فراموش کنن، در حالی که برای زدودن غمها و برای حاصل کردن تسکین و آرامش نام خدا هست. و الله تعالی می فرمایند که الا بذکر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. به ذکر و نام الله تعالی دل آرامش میگیرند و به یاد الله، نماز یاد الله ہے، ذکر خدا یاد الله هست، دعا یاد الله ہے و خدا را یاد کنید، به خیرات و صدقات بپردازید یاد الله ہے، هر عمل صالح یاد الله تعالی است. اقم الصلاة للذکری، فرمودن نماز اقامه کنید برای یاد من، این بهترین یاد الله نماز. به جای مشروبات الکلی وضو بگیر و 2 رکعت نماز شروع کن، به جای مخدرات خدا را ذکر بکن، لا اله الا الله را ذکر کن، درود بخوان، تسبیح بخوان، قرآن بخوان. این مایه آرامشه، این مایه سکونی، هیچ و کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست. هیچ آرامش نمی بینی، هیچ آسایش نمی بینی و آرامش و آسایش در ذکر الله. سکون می آید، آرامش می آید، اطمینان می آید، غمها دور می شوند با یاد الله، با نام الله، یاد الله، با صبر و نماز آرامش حاصل می شود و صبر حاصل می شود، سکون حاصل می شود، رضا بالقضا حاصل می شود، یعنی به قضا و قدر خدا خوشنودی می آید. و لحاظا امروز از جاهلیت شدید و شدید سرقت، رهزنی، مال مردم به سرقت بردن، مال مردم تاراج کردن، گروگانگیری و باجخواهی، گروگانگیری در هر شکل خود که باشد این حرامه، از لحاظ شرعی ناجایزه. گروگانگیری به تمام اشکالش و به همه صورتهایش، برای دین اگر کسی ببره و حق داره مردم اسیر کنه هم حرامه، چرا که حکومتی موجود است و بالاخره اگر کسی وامی میخواد و حکومت بره شکایت بکنه، دادگستری بره شکایت بکنه و نه خودش اسیر بکنه. اگر هر کس قرار باشد که مردم اسیر بکند، برای هیچ کسی عزتی نمیماند و برای هیچ کسی آبروی نمیماند و باجگیری به شکل و صورت، ببخش گروگانگیری به صورت باجخواهی بدترین پدیده زشت، حرام باجگیری برای
حرام گروگانگیری برای بازگیری و باز گرفتن حرام قطعیه. هیچ کسی را شیطان فریب نده که این به رضایت خودش در مقابل آزادیش اینقدر پول به من داده، پول خواسته و داده. این پول حلال نیست، حرام قطعیه. این از رهزنی و تازه دزدی بدتری هنوز. ولهذا نباید کسی بازخواهی بکنه. کسی که خدا را باور داره، کسی که دین اسلام باور داره، کسی که محمد رسول الله را باور داره، کسی که اعتقاد به آخرت و قبر دارد، این آتشی برای قبره، این عذاب قبره. کسی که به بازخواهی میرود گروگانگیری میکنه که از مردم پول بگیره، ولذا حرامه. کسی که وسط میرود کار بکنه، وساطت بکنه و پول بگیره، او هم حرامه. ناجایز. این پول مردم از مجبوری خود میدهد. این حلال نمیشه برای هیچ کسی. مال مردم به این صورت، به این صورت ها حلال. حتی به رشوه، کسان رشوه میگیرند، رشوه هم حرام قطعیه و ناجایزه. ولهذا اینها حرامن، اینا ناجایزن و اینا از دور جاهلیتن. اینا تکرار دور جاهلیت داری میشود در جامعه ما. و با این مسلمانان ماشاءالله که برای نماز میآیند، با این مدارس دینی، با این علما، با این مراکز علمی که در شهر من دانشگاه موجوده، مدارس دولتی موجودن، این همه آموزش، این همه اذان، این همه نماز، این همه جماعات، و در کنار این جاهلیت جای ندارن. عزیزان من، باید فکر مردم بردارن، باید مردم بی تفاوت نباشن. علماء مردمان، ریسفیدان مردمان و متنفسانن، متدینانن، جوانان دیندار و زنان دیندار و طیفه مختلف، همه باید وارد صحنه بشن. مردم تفهیم کنن، مردم روشن کنن بابا این کار چیه، برند اینها را ول نکنن، تفهیم بکنن که این جاهلیت داره برمیگرده. جاهلیت که برگرده، این جاهلیت با عذاب خدا برمیگرده، با آفت برمیگرده، با بلا برمیگردد. و الله تعالی همه این بلاها را خاتمه بدهد. و مسئولیت ما سنگینه، رسالت همه ما سنگین است، وظیفه همه ما سنگینه و ما وظیفه را در این شرایط ایفا کنیم و مردم از کارهای خلاف برحذر بداریم و مردم به سوی دین الله تعالی ترغیب بدیم. الله را یاد بکنن، روزی حلال بخورن و ندارن، صبر بکنن، برن تلاش کنن. الله رزاقه و الله تعالی روزی میرسانه. این بخش اول عرایض بنده بود خدمت شما. در دقایق باقی مانده چند تا مطلب خواستم حل بکنم، عرض کنم. و اولین مطلب آنه که شرایط جهانی امروز متغیر شده و تغییر خورده است. دنیا در یک شرایط دیگری عالم به سر میبرد که این شرایط یک رویکرد جدیدی میخواهد و سیاست و سازوکار جدیدی میخواهد. ولذا در هر شرایط مسئولان و کسانی که در راس مردم قرار دارند، سیاستمداران و تمام اندیشمندان، باید با همون شرایط که در وقت موجوده سیاست‌هایشون را تغییر بدن و رویهشون را، صحبت‌های خود را، برنامه‌های خود را تنظیم بکنن. و امروز شرایط امروز در کشور و در جهان یک شرایط جدیدی است و لازمش آنه
که برای یک روی کرد جدید و سازوکار جدید مسئولان وارد بشن و به این سازوکار فکر کنند و بیندیشند. ولهذا این جنگ ثابت کرد در همین مدتی که این جنگا شد و درگیری انجام گرفته و تغییراتی که به سرعت داره شکل میگیره نشان داد که جنگ کارساز نیست، کارایی نداره و جنگ و امروز خیلی جنگ ویرانگری است و خیلی تباه کننده. جنگ گذشته نیست، حالا سلاح‌های جدید آمده و امکانات مدرن جدید آمده است و خیلی خطرناک، مخرب، ویرانگر، کشنده. ولهذا راه به ضرر بشره، به ضرر جامعه انسانیه، به ضرر منطقه است. کل منطقه متضرر میشه از جنگ. ولهذا به جای رقابت تسلیحاتی و به جای آنکه طبل جنگ کوبیده بشود، مناسب است که با یک سازوکار جدید مسئولان وارد عمل بشوند. در شرایط که این تحریم بالاخره چندین ساله که بر ایران مسلطه، همه چیز از ایران گرفته و ضربه زده به زندگی مردم، فشار آمده به مردم، مردم تلفات مالی، نقصان مالی دادن و ضایعات مالی دیدن و زندگیشون تارمار شده است و مردم ایران به زمین افتادند از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معیشتی، از لحاظ این که حرف این ملت کسی فریادشون گوش نمی کنه، گریه ملت کسی گوش نمی کنه و هر کسی مسیر خودش را میبره. و این ملت چه؟ این ملت 80 میلیونی 90 میلیونی بالاخره اینا نان میخواهند، اینا آب میخواهند، اینا زندگی میخواهند، فرزندان اینا ازدواج میخواهند، مریضان اینا معالجه میخواهند، اینا نیاز دارند، ضرورت دارند. و ولهذا بنده اینا یه واجب شرعی میدانم برای مسئولان امر و مدیران کشور که سازوکار خود را جدید بکنن، به یک سازوکار جدید بیندیشن. به نظر بنده بهترین راه اینه که به صلح بپیوندند و در مسیر صلح عادلانه و صلح منصفانه نسبی فکر کنند و لحاظا به این جرگه پیوستن بهترین راه که منطقه خاورمیانه و همه دنیا، بلکه برای صلح دیگران فکر کنیم ما و جهان در صلح و در آرامش زندگی بکند. و ما بالاخره این ملتی که الان پول داره و این ملتی که نه زندگی برایش مانده نه تجارت مانده و هر کسی تجارت میکنه متضرر میشود، چرا که پول در حالت تغییره و بالاخره شرایط در حال تغییره و تحریم‌های جدید که میان خیلی ویرانگر هستن و این ملت اینا فکر این ملت باید بکنن. فرض هر حکومت، واجب هر مدیریت هست که اول فکر ملت خود را بکنن، فکر کشور خودتون بکنید، فکر ملت ایران بکنید، به این ملت بیندیشید. رضایت خدا در همینه و این ملت اول خانه را نگهداری بکنید و هرچه هزینه دارید همه هزینه را به همه ملت مصرف بکنید. و اگر کاش که عزیزان مشورت بنده را قبول می کردن و مشورت دیگران را قبول می کردن، می گفتم که حالا شما روی سلاح اصلا فکر نکنید و شما با توجه به حساسیت جهانی که پیدا شده، با توجه به این که
بالاخره یه عده کثیری را آوردن با هم همراه شدن از کشورهای اسلامی و از ملت‌های دنیا و به هر حال حساس شدن همه ما به ما. بالاخره ما این حساسیت‌های جهان برطرف کنیم و این به نفع ملت ماست، به نفع مردم ما، به نفع کشوری، به نفع حاکم و به نفع ملت هست. حساسیت ملت ها را درک کنیم و بالاخره حساسیت اونا را برطرف کنیم. شما در مذاکرات و بالاخره جلوتر یه جمعه دیگری هم ذکر کردم که آقا یک قدم عقب بکشید، دو قدم عقب بکشید و تا بتوانید با جلو برید در از یک بعد دیگر و از یک طرف دیگر جلو برید. یک حرف نباید همیشه یک حرف باشه و ما از یک حرف اصلا بر نگردیم. این در میدان سیاست و در زندگی انسان درست نیست. شما بالاخره تغییر بیاورید و یک رویکرد جدیدی داشته باشید و تاکتیکای سیاسی را استفاده بکنید و همانطور که تاکتیکای نظامی را نظامیان در انتخاب اختیار میکنن شما اختیار بکنید و به هر حال این کشور را نجات بدید. نجات کشور نیاز نجات اقتصاد کشور و الان ما ببینیم توی کشور که روزانه اعتراضات میبینی بعض نشستگان، معلمان، پرستاران، کارگران، همه اصناف و همه طیفا، این صندوقایی که در ایران، بانک هایی که در ایران دارن ورشکسته میشوند و مردم اعتراض میکنند و این اعتراضات مردم دریابید. اعتراضاتی که در زندان هست این را بشنوید، با اینها بشینید خواسته اینا چی هست و به شما به این خواسته ها رسیدگی بکنید، به این فریاد رسیدگی بکنید. خدا راضی می شود و رضایت ملت حاصل می شود. شما ملت خودتون را آقا دریابید فعلا و به ملت خودتون فکر بکنید. هر کسی به کشور خودش فکر بکنه، به کشور خودش برسه، به ملت خودش برسه. وقتی که خانواده ما و خانواده هر یک از انسان گرفتار باشند، اول به خانواده خود رسیدگی میکنه بابا، بعد به خانواده همسایه. حق خانواده خود، بچه ها و فرزندان خود لازمه تا شما خانه دیگری را نگهداری بکنید. اول خانه خود است، به اینها رسیدگی بکنید. تغییر بدید در سیاست های خود و سیاست را فکر کنید و به هر حال مشورت کنید با دیگران. شما کم نمیارید که اگر با زندانی ها بشینید، کم نمیآورید که اگر بیایید با کسان دیگر که در کشور هستند با اونها صحبت کنید، با کسانی که خارج از کشورند. به هر حال شما الان به جای اینکه از نظامیان استفاده بکنید، در امر نظامی از کشور استفاده بکنید، از اونها سیاست مداران وارد بکنید، اغلای قوم را وارد بکنید، نخبگان قوم را بیاورید و تا کشور را از این چالش ها و از این تهدید ها نشان. این یک واجب شرعی و سیاسی برای مسئولان، وظیفه عرفی مسئولانه که مسئولان کشور را از جنگ نجات بدهند و جنگ با سیاست دور کنند و جنگ تنها جنگ حمله نظامی نیست، بلکه حمله های اقتصادی و تحریم هم جنگند و لحظه این جنگ را از کشور دور بکنید با سیاست و تغییر سیاست ها. و به هر حال این وظیفه حاکمیت و مدیریت کشور هست و به اینها این تجارات ملت و خواسته ملت هست که شما روی آزادی ها فکر کنید، شما روی حق و حقوق همه اقوام ایرانی و مذاهب ایرانی حقوقشون را رعایت کنید.
عدالت را به اینا اجرا کنید، عدالت را به همه ملت ایران، به زنان ایرانی، به مردان ایرانی، به اقوام و مذاهب، به ادیان که در ایران هستند. همه ایرانیان حق شهروندی دارن، حقوق زندگی دارن، به زندگی نه تعرض نشه، حق اینها ضایع نشود. و به این مسائل و توصیه اکید دارم چون این روزا خواسته مطرح می شود از زندانی ها که اعتصاب کرده از زندانی ها و خواهان آنند که اعتراف اجباری متوقف بشه. اعتراف اجباری از لحاظ شرعی مردوده و غیر قابل قبوله و اعتراف اجباری از لحاظ قانون خود جمهوری اسلامی، قانون ایران، او قانونی که مشروعیت جمهوری اسلامی را تعریف میکنه و همه این مسائل روی همون قانون اساسی هستند. او حرام ممنوع قرار داده اعتراف اجباری را و قوانین بین المللی، قوانین حقوق بشری قرار میدن و قوانین حقوق بشری را مراعات کنید، چرا که دین اسلام و قوانین حقوق بشری اختلافات کمی دارند و در رابطه با حرمت انسان، حقوق انسان تفاوت قائل نیستند. بعضی جا در تعریف بعضی چیز اختلاف نظر دارند که اونها بسیاری از محرمات جز حقوق انسان میدانند که به جامعه ضرر داره. بالاخره و دین اسلام میگه نه، تهمت قبول نداره، فحش دین اسلام قبول نداره، بی حرمتی به دیگران را بازین آزادی انسان میدانند. این آزادی را دین اسلام قبول نداره که جامعه را دچار جنگ و درگیری و اختلاف میکند و بعضی چیزن و لحاظ این مسائل رعایت بشود و تاکید هممانه که به این خواسته ملت که تکرار میکنم جمعه گذشته عرض کردم که اعدام هست، اعدام را متوقف کنید. ملتی که گرسنه است و ملتی که بگرفته مشکلات داره و این مشکلات ها را فریاد میزنند، بالاخره نباید برای این مشکلات درست بشه یا بعضی بالاخره گرفتار مجازات سنگین و بیشوند و به اعدام برسند. و این مسائل روی اینا تجدید نظر کنه، به نفعتونه، به خیر شما و خیر آینده شما هست و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. اخیراً کشور پاکستان و افغانستان که اینها دو کشور به اعتبار ظاهر و به هر حال از لحاظ قانون دو تا کشوران، ولی در واقع ملتشون پیوند بسیار نزدیکی دارن. این کشورهای همسایه اکثرا همینطورن، ولی پاکستان و افغانستان پیوند بسیار عمیقی دارن. همه قومایی که در افغانستان هستن یک نصفشون یک قسمتشون در پاکستان هممون تشکیل میدن. حتی مدیران کشور پاکستان و افغانستان چه بسا که با هم در قسمت‌های بالا و اجداد برای پیوند دارن، پیوند تاریخی و پیوندهای دینی و فرهنگی اعتقادی و پیوندهای خویشاوندی و قرابتی و منافع مشترک و منافع اقتصادی دارند. مناسب است که مدیران دو کشور سعی کنند که از تنش دوری بکنند، تنش در وسط نباشه و هم فضای هوای یکدیگر را و بالاخره داشته باشند. هیچ کسی کشور دیگری را بالاخره حریم هواییش را و حریم زمینی و مرزی را نشکنه و لحاظ حرمت ها مراعات بشوند، به خاک دیگری حمله نکنه و بالاخره اینها را نگهداری بکنه. تاکید میکنم مدیر سیاست مداران و مدیران کشور پاکستان را
که این مسئله را ملاحظه کنند و همینطور تاکید میکنم مدیران کشور اسلامی افغانستان را که خشتنداری نشان بدهند و جنگ در نگیرد که جنگ ویرانگر و نقصان دهنده و بالاخره اینها منافع از بین میروند و بالاخره این مسئله خیلی حیاتی و مهمه. ما امیدواریم که این مسائل با گفتگو را تأکید میکنم که هر دو کشور در میانشون گفتگو داشته باشه، با گفتگو مسائلشون را حل بکنند و الله تعالی همه ما را به راه درست و راه صحیح راهنمایی کند و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. تأکید میکنم هم به از فلسطینیان عزیزان فلسطینی و هم تأکید میکنم به هر حال دولت اسرائیل که اون قراردادی را که امضا کردن این قرارداد مراعات کنند، خویشتنداری نشان بدن، مراعات کنند و این صلح که امضا کردن قرارداد را و این مسئولیت ایجاد میکنه، تعهد ایجاد میکنه و بر تعهدات خودشون طرفین پایبند باشند و آتش بس مراعات بشود و تمام اون چیزی که التزام کردن او آنچه که پذیرفتند و التزام کردن عمل بکنند. الله تعالی توفیق عنایت کند و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.